و همه خداوند مهربان با عرض درود هموطنان عزیز گرامی، برادران خواهران ارجمند، خوش آمدید. امیدوارم که خوب و سلامت هستید، بخصوص در این روزهای کرونا ویروس. برای هر یک شما آرزوی سلامتی میکنم و برای بیماران شفای کامل خواهانم. نگفتن نماند که در این روزها یکی از بهترین نویسندگان استاد بهمن نیار از دنیا گذشتند. خداوند جایش را جنت فردوس بگرداند. موضوع بحث ما امروز مقایسه بین این دو انتخابات است. یکی انتخابات که 11 اکتبر در تاجیکستان گذشت و انتخاباتی که یک ماه کمتر، یعنی 3 نوامبر 2020 در چند روز پیش در امریکا گذشت. حالا مهمانان ما هستند علیم شیرزمانوف، هم رئیسی انجمن آزاداندیشان تاجیک و همزمان معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان، و مهمان دیگری ما هستند برادر محمد جان کبیروف، کارشناس مسائل سیاسی. خوش آمدید مهمان گرامی. خیلی که میدونیم یعنی دو انتخابات در مسافه خیلی کم گذشت، ولی فرق بین دو انتخابات خیلی زیاد است، که خیلی سرد و دیگر خیلی گرم و جذاب گذشت و یکی را کسی اهمیت نداد، نه همسایه ها و نه خود مردم، و یک انتخابات دیگر را تمام دنیا با علاقه با شوق دنباله کرد و پیگیری کرد. در یک کشور میبینیم که 5 پرزیدنت تغییر کرد و دیگر کشور میبینیم که تا حال همان یک پرزیدنت هست. در یک از این دو کشور میبینیم که نتایجش به طور یقین معلوم است و برای و دیگری معلوم نیست، هرچند استاتیستیکاها و اینها میگویند که فلانی پیروز میشد، ولی به طور یقین نیست. به هر حال این دو انتخابات واقعا جای یک بحث دارد و حالا از برادران مهمانان گرامی خواهش میکنم و در همین مورد یک بحثی داشته باشیم. و من شخصا خودی من خیلی جو بایدن پیروز شود روز دوم، من CNN، فوکس نیوز، BBC انگلیسی، الجزیره اینها رو خیلی حتی هر دقیقه بعد پیگیری میکردم و نتیجه رو میکردم. سوال من به برادر محمد جان هست که شما هم تا چه حد همین انتخابات امریکا رو پیگیری کرده؟ سلام علیکم آقای محمود جان، تشکر زیاد برای دعوت در این برنامه. بله، واقعا جامعه امریکا و جریان‌های سیاسی و معرکه‌های انتخاباتی برای من به تفاوت نیست و همیشه من مسائل مهم کشور را پیگیری میکنم، هم به خاطر اهمیت جهانی این کشور و همچنین به خاطر چند سال زندگی و تجربه زندگی در این کشور که یک پیوند به وجود آمده است که همیشه برام اهمیت دارند کشورهایی که در اونجا زندگی کردم و موضوعاتشون را پیگیری میکنم. از جمله آمریکا یکی از اون کشورها است و واقعا از حتی هنوز قبل از نامزدهای داخلی انتخابات امریکا، یعنی شما میدونید در امریکا چون 2 تا حزب عمده وجود دارد و حالا پرزیدنت فعلی دیگر در داخل حزبشون دوباره جریان انتخاباتی، یعنی مثلا این مسابقه انتخاباتی داخل حزبی شروع نمیشد، اما حزبی که پیروز نیست، مثلا دموکرات‌ها، هنوز 1 سال قبل این مناظره های داخل حزبی بود، بگیم یک انتخابات رقابت های داخل حزبی بود و نهایتاً جو بایدن پیروز شد در این انتخابات و نامزد این حزب در انتخابات سیوم اون انتخابات های داخلی را پیگیری میکردید؟ بله، یعنی من از همون انتخابات داخلی پیگیری میکردم تا که برنی سندرز مثلا یکی از رقیبای
بایدن بود و اون بیشتر گرایش‌های سوسیالیستی دارد، به خاطر همین هرچند برنامه‌های اجتماعی بهتر دارد ولی نتونست و بایدن بر او پیروز شد. یعنی از همون تقریبا 1 سال پیش من پیگیر میکردم این انتخابات آمریکا رو. تشکر. اکای علیم شما تا چه حد پیگیری کردید انتخابات آمریکا رو؟ البته که هر یک بخصوص شهروندان چنین کشورهای به مانند تاجیکستان بر اثر نابرابری یا ناکامی دولت خودشان چی میشن مایل به یک هواداری دولت‌های نسبتا موفق‌تر از خود میشوند و مردم تاجیکستان چی برای در انتخابات‌های جمهوری همسایه قرقیزستان باشد، افغانستان باشد، نمیدونم ازبکستان باشد، روسیه باشد، خیلی فعالانه اون رو چی میکنن؟ اون رو پیگیری میکنن، تحلیل میکنن و این از اون دلالت میدهد که هر یک انسان در دنیا نیاز به اون دارد که مرامش یعنی شنیده شود، یعنی یعنی به این نظر رفتیم که پیگیری تاجیکان به این مسئله یعنی بیشتر نیازی روانی است. بله، یکم نیاز روانی، دوم باید ازش کس پوشیده نیست که چنین دولتی به مانند ایالات متحده آمریکا البته که بی تاثیر نیست. یک چیز جالب است، یعنی انتخابات امریکا برای امریکایی‌ها چنین سیستم دولتداری برای خود ساختند، چنین نهادهای دولتی برای خود ساختند که حتی یک عموقی به مانند یک همین چیز احمقی به مانند ترامپ هم نتوانست اون سیستم را در 4 سال یگان ضرر به اون رساند، در مقابل به تمام کل دنیا میتواند ضرر خود رو رساند. یک پرزیدنت احمقی عمیق دولتی ابرقدرت میتواند و دیگر سایر کشورهای گرد و اطراف چخیلی که در نظر چخیلی که همگان خبر داریم با اومدن به قدرت از برجام بیرون شد، خب با متحدان خود در اروپا چی کرد؟ مناسبت‌هایش رو سرد کرد، با چین مناسبت‌هایش رو سرد کرد، برنامه‌های اجتماعی که اوباما قبول کرد از اونها دست کشید، مهاجرانی که از جمله تاجیکانی که هر سال کارت سبز رو پر میکنن برای امریکا رفتن، برای اونها مشکل ایجاد کرد و این روز علاقه بایدن چی کرد؟ اعلان کرد که در 4 سال که کسی که در 4 سال گرین کارت امریکا رو به دست آورده است به هیچ کدام اونها صد ایجاد نمی شود و همشون رو خوش آمد گفت. یعنی این برای این مردم تاجیک البته که مردم تاجیک دو تقسیم شد، خیلی که مردم روسیه، مردم های سایر کشورهای خودکامه دو تقسیم شدند. آنهایی که جانبدار رژیم ها هستند البته عادتا جانبدار ترامپ بودند و آنهایی که مخالف رژیم های خود هستند آنها جانبدار بایدن بودند. اینا برای این جامعه ها یک چیز سیاه و سفید، یعنی یک قوه‌های بد و خوب، بدی و نیکی رو تجسم میکرد. یعنی با ترامپ با خود نیروهای بدی رو تجسم میکرد برای کشورهای چون ما و جانبداران رحمان و همه جانبدار ترامپ قریب بودن و مخالفان همه جانبدار بایدن. سلامت باشین. اکریم بسیار چی مسئله مهمی را مطرح کردید که حتی تاجیک‌ها با یعنی علاقه بخصوص سالهای اخیر علاقه خیلی زیاد نسبت به هجرت به امریکا دارن. این هم انشاءالله که در دوام صحبت بحث خواهیم کرد. برادر محمد جان
شما که گفتید در امریکا بودید و خیلی پیگیری میکنید، شما در همین و تاجیکستان هم دیدید که انتخابات چه برگزار شد. به نظر شما فرقیت های اصلی در بین همین دو انتخابات چی است؟ یعنی درست است خیلی زیاد است فرقیت، ولی مهمترین فرقیت چی است به نظر شما؟ تشکر. سوال خیلی سوال کلی هست و قیاس تاجیکستان با آمریکا و انتخاباتش با انتخابات آمریکا یک امری ما چی میگن که از نظر فقط نام شاید که شباهت داشته باشند، ولی از نظر خوب سیستم انتخاباتی، نحوه برگزاری انتخابات، مثلا در انتخابات آمریکا ما می‌بینیم که نامزدها با هم مناظره میکنند در حضور مردم، در پیش دوربین ها و مجری بین ها سوال های برابر میتید و مردم در نتیجه این مناظره های مستقیم به خلاصه میرسند که کدام نامزد برنامه بهتر دارد و کدام نامزد مثلا برنامهش ضعیف است و این هم تاثیر دارد در رقابت انتخاباتی. اما در جامعه تاجیکستان شما هرگز چنین مناظره ها بین نامزدها را نمیبینید و اصلا در هیچ انتخاباتی من ندیدم که رحمانوف همراهی نامزدهای رقیب در یک میز نشسته باشد. برادر محمد جان، دیگر نامزدها هستند که نامزدهای دیگر حزب‌ها، رئیس‌های دیگر حزب‌ها در صحبت‌ها بین مردم اینا شرکت میکنند. دیگر نامزدها هستند به استثنای رحمانوف و اونا هم در هر برنامه به جای تبلیغ برنامه خودشون از رحمانوف دعوت میکنند. هیچ بار ادعا نمیکنن که شما بیاید به طرفداری ما رای بدهید، برنامه ما بهتر است و هیچ وقت هم رحمانوف با آنها به عنوان یک نامزدی برابر سر هیچ میزی ننشسته است و در هیچ برنامه شرکت نکرده است در تجربه انتخابات تاجیکستان. برای همین یک مسئله خیلی چی است و از همه مهمترین به نظر من از نظر قانون اساسی امریکاست و ساختار قانونی است که هیچ رئیس جمهور توان تغییر یعنی قدرت این ندارد که در انتخابات دخالت دخل و تصرف داشته باشد و در نتیجه باخت مثلا او دیگر با کرسی ریاست جمهوری خداحافظی میکنند و همچنین خود نظام انتخاباتش هم یک نظام عجیب هست. یک تفاوت اساسی که هست در ما انتخابات مستقیم هست، در آمریکا هر دو تا هست. یک رأی کالجی هست که یک رأی مستقیم مردم و بعضا شما میبینید که مثلا در انتخابات گذشته هیلاری کلینتون از نظر آراش بیشتر از ترامپ بود، تقریبا 1 میلیون بیشتر از ترامپ آرا داشت، آرای مستقیم مردم. اما از نظر اینکه در آمریکا باز رأی کالجی هست که 568 فکر کنم رأی باشد و هر نامزدی که بیشترین رأی در این ایالت ها را به دست آورد اون نامزد پیروز خواهد بود، هرچند که رأیشون از نظر رأی مردم بیشتر باشه. برای همین چون کلینتون ترامپ رأی بیشتر آورده بود، مثلا کالیفرنیا که بیشترین رأی دارد و همیشه دموکرات هست 56 و 54 رأی دارد، مثلا نیویورک یا فیلادلفیا فلوریدا 29 رأی دارند. فرضاً برای توضیح مثلا در کالیفرنیا دموکرات ها 60% رأی میارن، ترامپ مثلا 40% و دیگه این 50 خورده مثلا رأی همش میشد مال دموکرات ها، یا اینکه در هر ایالتی که جمهوری خواه اکثریت به دست آوردن کل اون رأی کالجی مربوط میشد به اون نامزد پیروز. یعنی یک چنین نظامی دارند که یکی از بحثا همین هست. حالا یکی از تفاوت‌های ظاهری و ساختاری همین هست با تاجیکستان. بسیار خوبه. علی نظر شما چیه در این مسئله که چی فرقیت‌های مهم بین این دو است؟ تفاوت اساسی که در انتخابات‌های ما و اونها ما که انتخابات نداریم و تفاوت بین طرف از انتخابات در ما و انتخابات در آنها در آن است که ببینید 4 سال پیش من خودم سخت نگران شدم از
راه یافتن چنین آدمی به مانند ترامپ به ریاست کشور ابرقدرت‌ترین. ولی من هم مطمئن بودم و در اون روزها نوشته بودم که من مطمئنم که این زیاد از 4 سال نمی رود، یعنی دفعه دیگر نمیگذرد. یعنی این باعث تصور کنید که اگر در تاجیکستان امروز ما را میترسانند به جنگ، یعنی اگر شما رحمانوف انتخاب نکردید جنگ میشه و این نگرانی واقعا جای هم دارد، چون ما تجربه انتقال مصالحت آمیز قدرت را نداشتیم، ما نداریم. امریکایی ها هم در ابتدا عیناً همین را گذاشتن که ما گذاشتیم. اونا هم جنگ داشتند، اونا هم انتخابات های اول اونها هم با چنین شیوه، یعنی ترس از جنگ بود، می گذاشتن. ولی اونا توانستند در این انتخابات یعنی دموکراتیا را جاری کنند و امروز به اون جای رسیدن که خود ترامپ پرزیدنت عمل کننده ادعا دارد که تقلب شده. اون جانبدارانی که به طرفداری او حتی آواز دادند و مملکت ملت دو قطبی شده بود، حتی همون جانبدارانش 80% اعتراف کردند که بوی دادند. یعنی 80% همون آواز دادگان و ترامپ خودشون اعتراف کردند که ما انتخابات بوی دادیم. بینید و قدرت دموکراتی هم همین است. ما اگر به همین موفق نشویم، ما یک عمر یا در هراس جنگ میمونیم یا واقعا در درون جنگ، تا اون دمی که ما مطمئن نشویم که امین پرزیدنت حاضر حتی شاید امان هایی که ضد رحمانوف هستند در تاجیکستان، شهروند قطاری مطمئن نیست که دلخواه کسی رو که به جایگزین رحمانوف میکند با آواز خود، او میآید و باز رنگ رحمانوف و گفته شغنی و خرپنجه نزند در کرسی همون پرزیدنتی و باز وی 30-40 سال دیگر نماند. یعنی همین اعتماد در بین مردم نیست. انا فرق اساسی اون مردمی که من خودم نگران انتخاب شدن ترامپ بودم، لیکن مردم حتی همین دفعه هم ترامپ انتخاب نشد، مردم مطمئن بود که خیلی 4 سال دیگر حتما عوض می شود دیگر. و اکالیم حالا ترامپ آماده نیست که از برود، انتقال قدرت رو به آسانی از دست دادنی نیست یا نه؟ و دادنی نیست، لیکن واقعیت ها دیگر خیلند. چون که گفته استادم که حتی امان هواداران سرسختش که ملت دو قطبه شده بود و اونها خیلی فعالانه به طرفدارش بودن، اونها اعتراف کردند، 80%شون اعتراف کرد که بله ما باید دیگر او شانس ندارد. و مقامات سعودی، مقامات دیگر امریکا خیلی مستقلند و اونها حتی وی کمی چی دارد در اینجا، کمی ضعف دارد همچون پرزیدنت. چون که اگر حتی اگر او در شاید سودیا به خاطر اون که مستقلیتش رو زیر سوال نبرد، شاید بر ضرر پرزیدنت عمل کننده عمل کند و به فایده اونی. یعنی تو این جو مستقلیت حکومت سعودی تامین شد که بله. برادر محمد جان، حالا که علیم شنویدیم، ببین میگه که مثلا سیستم در امریکا سیستم قوی هست و این است، ولی چیزی که مثلا در تاجیکستان حکومت تاجیکستان میگه همیشه میگه زیرکی سیاسی از دست ندهید، برای ما آرامیش و صلح امانی این مهم است. و واقعا هم دیدیم که در تاجیکستان انتخابات بدون یگان جر و فر، بدون یگان مثلا مشکل دو
بس شدن، حساسیت ها پیدا شدن گذشت. ولی در امریکا میبینیم که مثلا میتینگ است و یک کشمکشی هست و یک جامعه به یک حد مثلا همین حالت هم میگذرند. به نظر شما یعنی کدام این چیزی که مثلا حکومت تاجیکستان میگه که در ما آرامش هست، یعنی مهم این است که انتخابات گذشت بسیار به آرامی، ولی در امریکا هم میبینیم که مثلا همین کشمکشی ها این چیزها هستند. خیلی نظرتون چی است که یعنی در حالت های دموکراتی همین چنین چیزها هست میشود؟ تشکر آقای محمود جان. ببینید دقیقاً همین سوال رو من از یکی از قرقیزها کردم که خب شما تظاهرات کردید، مثلا کرسی پارلمان رو شکستید، چند تا از مغازه‌ها خراب شد، خسارات مالی با بار اومد. گفت همه این خساراتی که بعد در انقلاب ما میشود شما حساب کنید به اندازه دزدی مثلا یک ماهه یک وزیر نیست یا یک مسئول. و مهم این خودکامگی را از بین بردن، لجام سیاستمدارا را کشیدن هست. در صورتی که مثلا آرامش نیست. بله شما دیدید که چند روز آرامش نداشتن، ولی اون آرامش هم نتیجه فعالیت‌های سیاسی بگیم رئیس جمهور یا مثلا تیمش بود که اونا برکنار کردن، آرامش برگشت. و آمریکا هم مستثنا نیست. یعنی در آمریکا هم این اول اینکه خب رئیس جمهور این توان ندارد که خارج از قانون، درست که اختیارات وسیع دارد، اما باز نمیتواند که از قانون فرار کند. در دایره مثلا حالا اقداماتی که ترامپ میتواند انجام بده در این 2 ماه، خب شکایت ها میکند از طریق دادگاه ها که خب این روال طبیعی هست، این حق هم دارد. دیگر مثلا همین فرمان های عجولانه ای که مثلا وزیر دفاعش برکنار میکند، نمیدونم مسئولین برکنار میکند، شاید خدای نکرده مثلا در روزهای آخرش به یگام کشور حمله کند با استفاده از توان اختیاراتش، ولی دیگه نمیتوند قدرت کرسی ریاست جمهوری را مثلا حفظ بکند برای خودش. و در همون 70 روز نمیدونم یا 2 ماهی که انتقال قدرت صورت میگیرد، در اوایل سال دیگه ما شاهد انتقال قدرت خواهیم بود. اما این آرامش چی هست؟ مثلا آرامش یا ثبات، حالا اگر ثبات بگیم آرامش فرق میکند، ثبات فرق میکند. حالا آرامش هم ما مثلا یک نفری که آرامش خاطر دارد، اون از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میتواند آرام باشد. آرامش به معنای نیست که فقط در کجا میتینگ نباشد و سر و صدا نباشد، ولی یک نفر وقتی که نان شب ندارد، گران هست، نمیدونم امنیت سیاسی ندارد، امنیت اجتماعی ندارد، این آرامش وجود ندارد. و اگر به نظر شما این آرامشی یعنی بیشتر تبلیغاتی است، یک آرامشی کسمتیکی و که یعنی آرامشی واقعی نیست؟ خب آرامش واقعی، آرامش در نتیجه سرکوب، استبداد، ظلم با وجود آمده است که مردم با ترساندن در دلشان ترس و وهم ایجاد کردن با وجود آمده است. و ما شاهد یک آرامش چه میگن کامل یا همون ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در تاجیکستان نیستیم. و یک جامعه فساد زده، دچار بحران‌های مختلف، بحران بیکاری، بحران اقتصادی، بحران قانون، فساد و غیره هستیم. پس در حقیقت ما هیچ آرامشی نداریم. آرامش زمانی است که مثلا شهروندها، شما در اروپا، در آمریکا این آرامش خود میبینید که دغدغه چندان اقتصادی ندارد و حکومت‌ها تلاش میکنند، هر رئیس جمهوری میاد تلاش میکند امتیازات بیشتر، شرایط بهتری رو برای جامعه فراهم بکند. مثلا ترامپ اومد نلاگ یا همون مالیات کم کرد، اوباما اومد شرایط بهداشت یا همون نظام پزشکی را تغییر داد و بایدن هم پیشنهاد میکنه که در این فضای کرونا ویروس ما نمیتونیم نسبت به مثلا شهروندان در تنها بگذاریم و نسبت سرنوشت و یا در حالت بیماری به تفاوت باشیم. یعنی که دولت مسئولیت دارد که هزینه های مثلا بهداشتی یا همون درمانی شهرونداش رو دوش بگیرد. اما در تاجیکستان شما شاهد این نیستید. همیشه میگن که خب آرامش داشته باشید، شکرانه کنید، صلح هست. ولی من فکر میکنم در اینجا هم مشکل اساسی برمیگردد به خود مردم و رهبران این ملت. یعنی ملت چی میخواهد؟ ما اگر واقعا با همین
وضعیت راضی باشیم، خب پس دیگه این تصمیم ما است. اما آمریکایی‌ها راضی نیستن، قرقیزها راضی نیستن و اونها سرنوشتشون رو تغییر میدن و ما و شما معلوم بشد که با همین حکومت، با همین نظام رضایت نسبی داریم. به خاطر همین فعلا این دوام میکنند. هر وقت که به این خلاصه رسیدیم که ما باید زندگی بهتر داشته باشیم، شرایط تغییر بدیم و حکومت تغییر بدیم، من مطمئنم که با کمترین تلفات و خشونت ما میتونیم این حکومت رو تغییر بدیم و یک حکومت بهتری را سر کار بیاریم. همه این برمیگردد به شناخت و خواسته ما و شما. اوکی، تشکر برادر محمد جان. اکای علیم، شما معاونی رئیس پیمان ملی هستید و خیلی که برادر محمد جان گفتن بیشتر از فکرهای حکومت نزدیک به حکومت و طرفداران حکومت همین گپی که حالا گفت میگویند که در مثلا ما حداقل اگر انتخابات آزاد هم نداشته باشیم یک محدودیت های وجود دارد، ولی مثلا مثل قرضها آرامیش، یعنی برعکس قرضها در ما آرامیش هست، در قرضستان آرامیش نیست، در اوکراین آرامیش نیست، در امریکا. نظر شما که معاون رئیس پیمان ملی هستید، یکی از مخالفان سرسخت حکومت، نظر شما یا جواب شما به این ادعاتی؟ خب یکم آرامیش نیست، یکم تنجیه که اونها میگویند اون نیست. کسی که یک حرکتی از خود نشون میدهد در هر حالتی نباشد، یا در مسئله بیزنس کردن یا در مسئله سیاسی یا در کدام مسئله نباشد و کمی مستقلیت نشون دهد و از اون خطی که کشیدن بیرون برایت، البته احساس میکند که یگان تنجی در تاجیکستان نیست. این یک. دویمش در مسئله های انتخابات همین مسئله تنجی رو آوردن. اونا میارن تنجی آرامی بیارید، در مقابلش اینا گفته ایستادن که اگر شما اشتیای قدرت رو داشته باشید بیاید جنگ کنید و بگیرید. معنی گپشون همین است. معنی تنجی و آرامی دیگر هیچ چیز نیست. حتی ترامپ که در دولت 4 سال پرزیدنت بود که 200 ساله عنعنه دموکراسی دارد، او یکی از پیام های آخرش که دید که انیق بوی میتید، یکی از پیام های کلیدیش همون پیام رحمانوفا بود که میگوید که گفت که من اگر بایتیم با آسانی قدرت از دست نمیدم، اگر در خاطر داشته باشید. یعنی او انتخاب کننده رو به اون ترساند که شما به من آواز دید که به مشکلی امنیتی روبرو نشوید. عیناً همون گفته گفت که یتیم به ما میگه. تصور کنید. یعنی اما که میخواد قدرت رو نگاه دارد، همیشه از چنین یکی از واسطه های در قدرت درستر بودن اون محض این وضعیت امنیتی است و اگر این وضعیت امنیتی نباشد هم کار کرده اون رو به وجود آوردن در کار و ما شاهد میشویم که هر دفعه که مسئله در قدرت ماندن یتیم یا رمضان رحیمزاده میخیزد، یا در یگان زندان قتل عام می شود یا در یک منطقه تاجیکستان جنگ می شود و متاسفانه اکثر وقت نشان باز بدخشان هم قرار می گیرد و این دفعه هم در وقت تعیین کادرها باز شاهد ناامنی در بدخشان می شویم و این همش یعنی همین وزارت های قدرتی نشان میدن که به ما دولتداری ما در طول 30 سال که اساسی پیام اینها برای ملت است که ما تنجی آوردیم و با ما رویم تنجی می رود، آمدیم بعد 30 سال باز می آییم و برای در قدرت ماندنمون ما می آییم در یک جای تنج و آرام می آییم و ناتنجی میکنیم، یگان دسیسه میکنیم
تا که مردم رو ترسونده باشه، تا که مردم رو بگوییم که سر بالا نکنید که جنگ می شود. یعنی معنیش کسی قدرت خواهد، کسی انتقال قدرت خواهد، بیاید بگیرید، مرد باشید بیاید. بسیار خوب. که علیم پیشتر گفته بودن که درباره مهاجرت تاجیکان به اروپا هم یک اشاره هایی کرد. من سوال من برادر محمد جان است. شما برادر محمد جان چند سال در امریکا بودید و اونجا زندگی کردید، کار کردید، درس خوندید و شما مثلا با تاجیک ها، مهاجرین تاجیک در اونجا در تماس بودید و تا حال هستید. به نظر شما مثلا در وقت ترامپ یک مشکلی ها، محدودیت با اومدن جو بایدن وضعیت اونها چی می شود؟ تاجیکای هم تاجیکا و هم شهروندای آسیا مرکزی و اینها. طبیعی است که ترامپ با شعارهای ضد مهاجرتی و با ساختن دیواری محافظتی بین مکزیک و امریکا و چنین گرفتن چنین سیاست‌های ضد مهاجرتی در انتخابات گذشته پیروز شد و خیلی از طرفدارای ترامپ هم به خاطر همین برنامه‌اش به او رأی دادن و در نتیجه کارهایی که انجام داد همین قرار ساخت دیوار رو قبول کرد و همچنین اون 5-6 کشور اسلامی را وارد شهروندان 5-6 کشور اسلامی را شامل ممنوعی ورود آنها به آمریکا منع کرد و از جمله خیلی مقررات شدید گرفت و همچنین خواستار لغو گرین کارت شده بود. خب شهروند تاجیکستان شامل این لیست نبود، اما بالاخره به تاثیر نبود این پروسس در باره شهروندان تاجیکستان. ولی مثلا من چند تا از افراد میشناسم که در دوره ترامپ هرچند تلاش داشتن در امریکا قرار دارن وضعیتشون به صورت قانونی در بیارن، اما موفق نشدن. حالا امیدوارن که در فضای چون که در زمان اوباما تقریبا چند میلیون از مهاجران غیر قانونی را اون عفو کرد و با اونها شرایط فراهم کرد که بتونن وضعیتشون قانونی کنن، شاید که بایدن هم چنین تصمیم بگیرد و شاید تاثیر داشته باشد. من نمیدونم، اما جمعیت تاجیکا خیلی کم است، حدود شاید کمتر از 10,000 باشد در امریکا و چندان اهمیت یا که چیزی ندارد. بیشتر دانشجوها و جوانان هستند تا خانواده ها. بسیار خوب. شما هم در همین باره صحبت کردین بیشتر. به نظرتون با آمدن جو بایدن چی تغییرات ها در همین برای مهاجرین تاجیک خواهد شد؟ بخصوص با توجه به اینکه ما در روسیه مشکلاتی زیاد داریم، ولی اینکه مهاجرین تاجیک به اروپا اومدن وضعیت اونها خیلی بهتر از مهاجرین در روسیه و در کشورها هست و در امریکا هم. به نظر شما با اومدن ترامپ محدودیت ها یعنی کمتر میشوند، یعنی آسان‌تر میشه برای شهروندان آسیا مرکزی؟ قریب طول شاید نزدیک 30 سال است که شهروندان تاجیکستان در قطار دیگر کشورهای سابق شوروی و جهان سوم اساساً در لاتری گرین کارت شرکت میکنند و لیست نهایی هر سال لیست نهایی لاتری گرین کارت 55,000 در کل دنیا در این لیست جا داده می شود و از این 55,000 50,000 تا اومدن ترامپ هر سال همین 50,000 را میافت به امریکا و به طور قانونی که در این تعداد شاید حدود 20 نفر یا بیشتر هر سال تاجیکا صاحب گرین کارت می شدند و می رفتند به امریکا و در آنجا قانونا بود و باش قانونی داشتند. ولی در طول همین 4 سال پرزیدنتی ترامپ سال یکم با فکرم حدود از همان 55,000 حدود 30,000 دعوت شد به مصاحبه، بعد او به 25,000 و به 20,000 هم فرو آمد. یعنی از همون 55,000 که در لیست آخر جای داده حدود تا 30,000 دعوت می شد و
سال گذشته به فکرم بر اثر همین کرونا ویروس باز به فکرم نمیدونم اونو را دعوت کردن به مصاحبه ایونه. یعنی ضرر مهاجران تاجیک خیلی ضرر روی کلان دیدن و علاوه بر این است در اونجا فرض کردیم شهروندانی که به طور موقت رفتند و خیلی دیگر تاجیک ها چی شدن ماندن در اونجا غیر قانونی و راه های قانونی کردن هم اونجا است. ولی همین مثل مهاجر بدبینی به مانند ترامپ همین شرایط اونها رو هم خیلی تنگ کرده بود و امیدواریم که با اومدن بایدن تعداد مهاجران غیر قانونی توجه که در امریکا اونا رو قانونی میشوند انشاءالله و تعداد اون نفرانی که توسط گرین کارت ها هر سال امکان به امریکا سفر کردن و در اونجا اقامت رو اختیار کردن پیدا میکنن زیادتر میشود. حداقل همون 50,000 هر ساله تا دوره ترامپ که به امریکا رو داده میشد باز همون 50,000 رو داده شوند و در این میان شهروندان تاجیکستان هم خیلی تعدادشون کم نیست. سلامت باشین. واقعا مسئله مهاجرت تاجیکان و همین دیاسپورا ها اینها مسئله هستند که واقعا باید بحث شوند و باراشون بحث بررسی زیاد شود. ولی حالا میریم در به سوال اخیری برنامه که ما جامعه نهادهای جامعه شهروندی با آمدن جامعه این چیزا را انتظار میتونن باشند. یعنی خیلی که پیشتر گفتین در همین برنامه اکثر کسایی که کشورهای دیکتاتوری و اونهایی که از این دیکتاتوری حمایت میکنن بیشتر مایل به انتخاب ترامپ بودن و اونهایی که مخالفین بودن یا اونهایی که بیشتر به ارزش‌های دموکراسی اینها باور داشتن بیشتر به مایل به پیروزی جو بایدن بودن. حالا که جو بایدن پیروز شد به نظر شما تیم جو بایدن و این حکومتی که جو بایدن میسازد تعاملش با نهادهای جامعه شهروندی کشورهای مثلا مثل تاجیکستان مثل همین منطقه ما چی خواهد بود و با مثلا چی تغییر در تعامل با جامعه نهادهای جامعه شهروندی از جمله مخالفین خواهد داد؟ برادر محمد جان. سوال بسیار مهم است، اما به نظر من در اینجا هم باز هرچند کی رئیس جمهور آمریکا بودن هرچند اهمیت دارد ولی باز برمیگردد به خود این ملت ها یا سازمان ها و تلاش های آنها. مثلا ترامپ از چند تا از سازمان های جهانی از جمله شورای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، سازمان معاهده پاریس و سازمان جهانی بهداشت خارج شد و شاید از دیگر نهادها نیز هم اوله در این مسئله بیشتر باز خودی همون جامعه با اونها ربط داره. مثلا اگر ما هر جامعه مثل اویغورها یا مثلا مردم میانمار فعالانی داشته باشد که درد اون جامعه را در سطح جهان و دنیا و آمریکا بتونن در حد لازم برسانن صداشون شنیده خواهد شد. چه فرق نمیکند که حاکم اونجا ترامپ باشد یا بایدن. ولی اگر دموکراتی ترین مثلا رئیس هیومن رایت واچ هم یا یک سازمان حقوق بشری هم اگر پرزیدنت آمریکا باشد اما جامعه شهروندی تاجیکستان خواب باشد فعالیت انجام ندهد هیچ تغییری نمیکند، چون اینها ناجی بشر که نیستند. از تمام این در دنیا 200 بیش از 200 کشور هست و تاجیکستان یکی از کشورهای کوچک هست. این ولی تا حد امکان تاثیر دارد، یعنی حکومت ها در یک حد تاثیر دارد، ولی این باز برمیگردد به اراده و تصمیم و فعالیت های نهادهای بشری و خود ملت ها و تاثیر کلان در چین در آمریکا دارد. توش خارج از رئیس جمهور کنگرس و هاوس آف رپرزنتیتیو یا همون مجلس نمایندگان هست که در بودن نبودن ترامپ مثلا از طریق اونها می شود کار کرد. مثلا دموکرات ها در مجلس نمایندگان اکثریت بودن و جامعه تاجیکستان میتونید از طریق اونها واردی یعنی مسائلش مطرح کند
و همچنین قضیه مگنیتسکی و دیگرها از این مکانیزم میتونست استفاده کنند. یعنی من منظورم این است که در آمریکا یک نهاد و ساختار و سیستم وجود دارد و آمدن و رفتن سیاستمداران چندان تاثیر ندارد، یعنی یک تاثیر نسبی دارد. برای همین مثلا شما شاهد خواهید بود که در چند سال آینده عربستان سعودی کماکان چه میگن شریک استراتژی آمریکا باقی خواهد ماند و هیچ تأثیری در پرونده خاشقچی نخواهد داشت و همچنین در خیلی از مسائل دیگر. برای همین این برمیگردد بهتر شدن یا بدتر شدن وضعیت آزادی و دموکراسی در کشورهای جهانی سوم، این به خود ملت‌ها و اون جامعه برمیگردد تا اینکه به اروپا یا آمریکا ربط داشته باشد. این نظر من است. سلامت باشین. اکی علیم، پیمان ملی با انتشار بیانیه گفت جو بایدن رو برای انتخابش تبریک گفت و در عموم گفته شد که یک امید برای مثلا همکاری بیشتر و یک امید برای رهایی ملت ها از همین چنگال دیکتاتورها از اینها بیشتر شد، افزایش یافت. نظری شما چی است؟ آیا واقعا وضعی جامعه نهادهای جامعه شهروندی تاجیکستان و کشورهای همین دیکتاتوری نسبتاً بهتر خواهد شد با آمدن جو بایدن؟ البته تا جای من با محمد جان راضی میشم که در امریکا طول همین 200-300 سال توانستن نهادهای را ساماندهند که اقل تاثیر حاکمان دور بالاشون باشد و این نهادها در دوره ترامپ هم کم کار نکردن. لیکن یک چیز واقعا همین خیلی میشد که مثال نهادهای جامعه مدنی که در راستای فرض کردیم حفظ محیط زیست، در حمایت از حقوق شهروندان، حمایت حقوق اقلیت ها و دیگر، یعنی چه بگویم همانهایی که ترامپ اونها را با چشم خوب نمیدید، یعنی خیلی در خود جامعه امریکا، جامعه مدنی امریکا که اکثر جامعه مدنی بین الخلقی است، فرض کردیم همون هیومن رایتس واچ دیگرها، یعنی اونها خیلی هوسمندتر میشوند برای کارهایی که برای کارهایی که اونها تا این دفعه امنه کردن، لیکن هوسمندی شاید مبلغ گذاری شاید دیگر باعث نگرانی بود و شاید مبلغ گذاری زیاد شود در بعضی سمت‌ها و این البته تاثیر خود را میرساند. لیکن اون چیزی که محمد جان گفت کلا راضی میشم، چون که تو جامعه مدنی خود کشورها، تو شهروندان خود همون کشورها دست به کار نشوند، البته که فرق نیست در دنیا. البته آذر که گفتم یعنی قوه های نیکی و بدی در مبارزه اندر و آذر با اومدن بایدن مطمئنم که کمی هم باشد قوه های نیکی کمی نیرومندتر شدن در کل دنیا و انشالله همین خیلی باید در انتخابات های دموکراسی غرب هم باید همین روند ادامه پیدا کند و در این جاها هم همین نیروهای نیکی بر نیروهای بدی پیروز آید. سلامت باشین. همه ما که شهروندان تاجیکستان هستیم میگردیم از امریکا به تاجیکستان. حالا که در تاجیکستان امروز رحمان بیش از 92% پیروز شد، 90% آوازها بیش از 90% آوازها پیروز شد. چه انتظاری ها را دارید؟ اون بسیار وعده ها کرده است که وضعیت معیشت مردم بیشتر می شود. برادر محمد جان شما چه انتظار درباره امریکا گفتید، حالا درباره تاجیکستان چه انتظاری دارید؟ درباره تاجیکستان چه انتظار میتون داشت؟ اون مرده که خب 29 سال شد که وعده و وعد میکند و هر سال میگوید که
2 ساله تپک ذخیره کنید، 2 ساله مواد غذایی ذخیره کنید، نمیدونم صاحب برق خواهید شد. و این سال ما الان روزانه گزارش ها دریافت میکنیم که در تاجیکستان همگی 12 ساعت برق است. در خیلی از مناطق از ساعت 8 شب تا 8 صبح برق میتونن، روزانه برق ندارن و هیچ امیدی نمیتوان داشت در این نمیدونم این انتخابات یا ما یکم چی میگن امید یا فقط بازم برمیگردیم به همون. حالا یک اشاره کوتاه میکنم که فراموش نکنیم که همین سرکوب مخالفین در تاجیکستان و زندانی کردن بگیم بیش از 100 تا فعال سیاسی در زمان اوباما صورت گرفت و شما شاهد بودید که وزارت خارجه آمریکا، سفارت آمریکا در زمان اوباما چندان واکنشی انجام نداد در اون قضیه. برای همین دنبال معجزه بودن و امید بستن با یعنی ما یک ملت شدگیم که یک جامعه شدیم که از بس ضعیفیم، کمترین پیروزی در یک گوشه ما را امیدوار میکند که این خوب است از یک طرف، ولی همیشه یک ذهنیت داریم که یک برادر بزرگتر، یک فرشته ناجی نجات دهنده، یک دست غیبی بیایه به جای ما مثلا مشکلات ما را حل کنه. فقط همین قد گفتاری هستم که نه دست غیبی میآید، نه برادر بزرگتری وجود دارد و نه خداوند میه به خاطر برای ما و شما زمین میفرویه و وضعیتش شرایط ما را تغییر میده. اگر ما و شما بخواهیم یا تلاش بکنیم، ما و شما یعنی ملت تاجیک میتوند وضعیت را تغییر بده، نه امریکا، نه روسیه، نه کسی دیگر. اگر ما این تلیسم شکستیم و به این خلاصه رسیدیم که وضعیت ما را تغییر بدیم، بهترین امید همین هست. یعنی ما باید این امید با مردم بدیم، نه رحمانوف که ما و شما توان تغییر حاکمیت در تاجیکستان داریم و این کار ارزش دارد. این امید باید با مردم داد که مردم هستند اصل قدرت، مردم هستند که باید تصمیم بگیرن، نه کدام یک نفر مثلا که در پشت دیوارها بجا شده است. و در صورتی که مردم تصمیم بگیرن، چنانه که از چه میگن این در قذافی در لیبیا، در کشور عربی و همچنین در قزاقستان، در قرقیزستان مردم توانستند رهبرشون رو تغییر بدن، در تاجیکستان هم همین کار با دست مردم امکان دارد و فقط می شود این امید و این روحیه را در مردم پرورش داد. متاسفانه مخالفین تاجیک در 15-20 سال اخیر فقط مردم را دعوت کردن به صبر، به صلح، به در خانه نشینی، هرگز به دست امضای سازنامه صلح دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز نزدن و همیشه بهانه آوردن دقیقاً در ترسو کردن مردم و کشتن تخم ترسویی و صبر و تقویت حکومت رحمانوف سهم کلان دارن. حالا من نمیدونم که چگونه میخواهن این وضعیت برگردونن، ولی خب مردم تاجیک یک مردم شجاع، دلیر، جسور هستند و بودن، اما متاسفانه در این چند سال اخیر طوری به اونها برخورد شد و تلقین شد که بگم اونا رو فقط برای به صبر و به صبر دعوت کردن و حکومت هم از جنگ ترسانده، صورتی که این ملتی که بیش از 100,000 کشته داده است، من فکر نکنم که ملت ترسو باشد. تشکر. اکا علیم، شما حالا صحبت برادر قانونی برادر محمد جان شنیدید، نظر شما چیه؟ کی میتونید انتظاری ها یعنی و اصل سوال شما برمیگردم به اون سوال پاسخ میدم. اون چیزایی که محمد گفت قسما با محمد راضی هم، لیکن اون بیرون از سوال شما بود. سوال شما بود که آیا در تاجیکستان بعد از 92% گرفتن آواز رای، یعنی این مردک خوب کدام پیشروی را چیز باعث می شود با همین فیصد آواز یا نه؟ آن حکومتی که در 13 سال همین همه امور رو در دست داشت، یعنی اون بلوک اقتصادی که در طول حداقل 7 سال اخیر چند تا بانک رو مفلس کرد، بحران عمیق اقتصادی، قرب اسعار ملی تو این حد پایین آمد،
مردم باوری مردم به بانک ها تماما از بین رفت. بانک ها نمیتوانند پسندازها رو جمع کنند. همه این و به همه این نگاه نکرده باز همهشون در قدرت موندن، در جای در همان منصب ها موندن. اگر بالاتر نرفتند از اینها دیگر انتظار نیست. باز انتظار میرود به خود امریکا. یعنی تاجیکستان در طول همین 30 سال استقلالیتش همه حرکت های او، گرچنده که محمد جان طلب یعنی توقعش است که ملت خودش دست بکار شود، لیکن متاسفانه همین حکومت ما هم به گفت روی موج خود رو پرتافته و موج کجای این رو برد همون طرف میبره. یعنی اگر جو بایدن همون همه وعده هایی که داده است اگر اونها را اجرا کند، یعنی وضعیت اقتصادی و بحران اقتصادی روسیه باز چقدرتر می شود اگر بایدن با وعده‌اش عمل. این خیلی باعث نگرانی برای مهاجران مهنتی تاجیک و عموما اقتصادی تاجیکستان می شود. برای همین خوب اون وعده که داد است که سانکسیا وارد میکند دیگر متاسفانه این باعث میتواند شدن که وضعیت اقتصادی روسیه بد شود و این باعث میتواند شدن که وضعیت اقتصادی تاجیکستان از بدتر کرده و این حکومت میتواند اقتصادیات پیش رود، میتواند خیلی که سالهای از سال 2000 تا 2014 رفت، چون اقتصاد روسیه نرخ نفت بلند بود، اقتصاد روسیه بالا رفت و از حساب اقتصاد روسیه اقتصاد ما بالا رفت از حساب مهاجران مهنتی و وضعیت حکومت، وضعیت قرب اسعار ملی، وضعیت بانک ها، پسنداز ها در بانک ها، همه این وابست بود به وضعیت اقتصاد. ما دعاگو باشیم که همون نفت باز به $150 خیزد، اقتصاد روسیه باز رشد کند و اون وقت در تاجیکستان ما باز پسندازها پیدا میشن دیگه، یعنی زندگی پیش می رود. با این حکومت یگان یعنی از خود اقتصاد خودشون اقتصاد خود را چرخوندن به همین نفت روسیه که ما حتی استعمال کننده اون هستیم، لیکن نرخ نفت با اقتصاد روسیه منقدر ضرر نمی کند که با اقتصاد خود. یعنی این نامستقل بودن ما رو نشون میده. بله. خب بینندگان گرامی، این بود برنامه ما از یک و یک مهمانان برادر استاد علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی و همزمان هم رئیسی انجمن آزاداندیشان تاجیک و همچنین از برادر گرامی محمد جان کبیروف، کارشناس مسائل سیاسی تشکر میگوییم و همچنین از شما که با ما بودید تشکر میگوییم. خدا نگهبانتان در پناه خداوندی عزیز باشید.